سلام، خیلی خوش اومدین به ریزدونه. من زهرا نوایی هستم. ریزدونه تقدیم می‌کند. www.rizdune.com سلام، دکتر سونا اسلامپور هستم، متخصص کودکان فوق تخصص نوزادان در خدمتتون هستم. دکتر چرا زردی انقدر خطرناکه؟ زردی واقعا یه چیزیه که وقتی اسمش میاد پشت همه متخصصای اطفال میلرزه، به خاطر اینکه علیرغم اینکه آدم فکر میکنه خیلی چیز پیش پا افتاده‌ای هستش، زردی که در واقع عاملش بیلیروبین هست از پرده های مغز میتونه رد بشه و رو مغز نوزاد ما رسوب بکنه و یک واقعا عوارض جبران ناپذیری مثل کری، مثل کاهش IQ، مثل فلج سفت، در واقع بعضی از بچه‌هایی که یه حالت سفتی دارن، ریجید هستن، خیلی سخت راه میرن تو بزرگسالی، ممکنه این عوارض رو براشون ایجاد کنه. برای همین ما واقعا از زردی هممون میترسیم. خیلی از مادرها میگن که به رسم قدیمی‌ها وقتی که بچه‌شون دچار زردی میشه در حد 3 تا 4 دقیقه در طول روز نوزاد رو زیر نور خورشید میذارن برای اینکه زردی رفع بشه. شما به عنوان یه متخصص این کار توصیه میکنید؟ واقعیتش اینه که اگر واقعا زردی باشه و نیازمند درمان باشه، نور خورشید نمیتونه کمک کننده باشه. درسته که درمان زردی در واقع از همین نور خورشید کشف شده، ولی واقعیتش اینه که اون فرکانس نوری که ما لازم داریم باید خیلی محدودتر شده باشه. اون گرمایی که خود آفتاب میتونه برای نوزاد ایجاد کنه و آب بدنش دفع بشه ممکنه باعث بدتر شدن زردیش بشه. بنابراین یه نوری رو در واقع از همین نور خورشید مانند تقلید کردن، فرکانسش رو بالا و پایین کردن، یه نور مخصوصیش کردن و گذاشتن مستقیما فقط و فقط برای درمان زردی. بنابراین اصلا توصیه نمیشه که ما نوزاد رو زیر نور خورشید بذاریم، بخاطر اینکه همون نور خورشید بچه رو گرمتر میکنه و در ادامه زردترش میکنه. زردی علیرغم اینکه پیش پا افتاده به نظر میرسه، عواقب بسیار جبران ناپذیری داره، از مرگ نوزاد، از کاهش IQ، از عقب افتادگی، کری و بسیاری از چیزهایی که شما اگر کار از کار بگذره نمیتونید درمانش کنید و از پس من یا هیچ پزشک دیگه هم بر نمیاد. با مشاهده چه علائمی ما متوجه میشیم که نوزادمون دچار زردی شده و چه زمانی دیگه حتما باید به پزشک مراجعه بکنیم برای زردی نوزاد؟ واقعیتش اینه که خیلی وقتا پدر مادر بی تجربه هستن، ممکنه اصلا متوجه زردی نوزاد نشن، یا بعضی وقتا انقدر نوزاد قرمز باشه، معمولا نوزادی که به دنیا میان خیلی قرمزن، اصلا اون رنگ واقعی پوستش که زیرشه که خیلی زرده اصلا مشخص نشه. برای همه پزشکا توصیه میکنن که 48 ساعت بعد از ترخیص از بیمارستان، حالا بعضی وقتا بنا به دلایل 24 ساعت بعد، بعضی وقتا میگن 72 ساعت بعد حتما باید مراجعه کنن به پزشک. یعنی خیلی وقتا اصلا پدر مادر ممکنه متوجه زردی نشن و بچه رو بیارن پیش ما و ببینیم خیلی زرده. بنابراین اگر که حالا ظاهر بچه رو خودشون دیدن، تشخیص گذاشتن که زرد، پوست چشمش معمولا سفیدی چشم بچه‌ها زرد میشه. یه راهی هم که حالا خیلی بامزه توصیه میکنن اینه که بچه مشتش رو کنار صورتش بذاره، اگر دو تا اختلاف رنگ داشت، یعنی از این طریق بتونن در واقع تمیز بدن که صورت زرده ولی مشت دست زرد نیست. حتما باید به پزشک مراجعه کنن. در غیر این صورت حتی اگر خودشون هم در واقع همچین چیزی رو ندیدن، حتما 3 روزگی مراجعه کنن مجدد. یادتون باشه شما باید هر چیزی که دوست دارین بخورین، هر چیزی که مفیده در واقع بخورین، که تغذیه خوبی داشته باشین که شیر داخل سینه هاتون به جریان بیفته. اگر بچه ناسازگاری گروه خونی نداشته باشه، معمولا شیر خوب خوردن از زردی ممکنه نجاتش بده. بنابراین روی تغذیه‌تون سختگیری راجع به گرمی و سردی یا چیزی که ممکنه رو زردی نوزادتون تاثیر بذاره نداشته باشین. دکتر شما یک دوره‌ای دارین به نام دوره زردی نوزاد.
میشه در رابطه با این دورم برامون توضیح بدین؟ خیلی ممنون که دوره‌های آموزشی ما رو دنبال می‌کنیم. واقعیتش اینه که زردی نوزاد خیلی خطرناکه، حتما باید به پزشک مراجعه کنید. ولی ما یک ویدیویی ضبط کردیم راجع به این که شما چجوری بفهمید نوزادتون زرده، چه راهکارهایی داره برای بهتر کردن اوضاع و علائم خطرش رو خدمتتون توضیح دادیم. ممنون میشم ببینیدش. امروز میخوام برای شما راجع به زردی نوزاد صحبت کنم. موضوع بسیار بسیار های از اهمیت. انقدر مهمه که تصمیم گرفتیم یک پکیج آموزشی با گروه ریزونه برای شما تهیه بکنیم تا این موضوع رو بسیار جدی بگیرید و به موقع در رابطه باش اقدام کنید. عزیزانی که میخوان دوره آموزشی زردی نوزاد رو با تدریس خانم دکتر اسلامپور خریداری بکنم، بعد خدمتشون عرض بکنم که این دوره در سایت ریزدونه به آدرس www.rizdune.com موجود هستش و شما میتونید به این سایت مراجعه بکنین و دوره رو تهیه کنید و ازش استفاده کنید. مرسی که تا انتهای ویدیو ما همراه بودین. دوستتون داریم و خدا نگهدارتون باشه.